امروز گروه طبیبان چینی عبارت از 15 نفر به مرکز ولایت ختلان شهر بختر تشریف آورده با وضع بیماری کرونا ویروس نو کووید 19 و جلوگیری از آن در محلها با مسئولین ساحه تندرستی ولایت تبادل افکار نمودند. طبیبان چینی که در بیمارخانه‌های کشور خود به طبابت این بیماری مشغول بودند با دعوت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی به کشور ما آمده از تجربه مشاهده و خلاصه های خود همتایان تاجیکستانی خود را آشنا نمودند. در این برابر جهت آشنا پیدا نمودن طبیبان چینی از حالت کنونی مسئولین ساحه تندرستی ولایت ختلان بابت وضع به میان آمده شماره بیماران مبتلا گردیده و خدمترسانی کارمندان طب معلومات پیشنهاد نمودند. طور اطلاع داده شد نظارت قطعی و همروزه کارمندان طب دلالت از آن می‌دهد که شماره گرفتاران این بیماری روز از روز کم به قید گرفته شده حالت فوت نیز آنقدر زیاد نیست. نگاه نکرده به نقشه نهایت زیچی که ما در تاجیکستان داریم با در نظر داشت مناسبت‌های دوستی و برادری ما با ولایت ختلان ما کوشش کردیم یک روز را حتما جدا کرده به این ولایت بیاییم و با همکسبان خود بگیم که تبادل تجربه نماییم. مقصد آمدن ما از سه مقصد عبارت است. یکم این ما به دیدار دوستان خود آمدیم که ما برادر هستیم، دوست هستیم. دوم این است که ما آمده از وضع مبارزه ولایت ختلان با این اپیدمی با خبر باشیم. سوم کوشش کنیم که ببینیم که طبیبان ما چگونه پیشنهاد و تجربه جمهوری مردمی چین را میتوانند به ولایت ختلان پیشنهاد کنند تا در مبارزه مردم ولایت ختلان جمهوری تاجیکستان با این ویروس بگیم که سهم خود را گذارند. البته مردم مضافات شانسی با گویم که وضع سلامتی ولایت ختلان مردم ولایت ختلان با حالت اپیدمیولوژی در این ولایت توجه خاصه دارد و گویم که زیر توجه ما نیز هست. همچنین ضمن واقعی مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت از آن اظهار قناعتمندی نمودند که مردم به ما دوست و همسایه در چنین روزهای مشکل دست کمک خویش را دریغ نمی‌دارند. ابراز گردید که این شبانه روز مسئولیت و توصیه و کمک و دستگیری مردم چین مخصوصا طبیبان صاحب تجربه نهایت ضرور میباشد. در مردم خطای آن تجربه که امروز ما مردم ولایت ختلان طبیبان ولایت ختلان وابسته به پنجشنبه پیشگیری بیماری کرونا ویروس یعنی کووید 19 که امروز تمام جهان را فرا گرفته است بسیار یک صحبت خوب شد و از این شخصانی که طبیبانی که امروز به ولایت ختلان آمدند ما مصلحت‌های خوب هم گرفتیم. آن مصلحت‌هایی که امروز به ما دادن سودمند بوده و ما در دایره منمی سخنایی که امروز گفتن ما کار فعالیت میکنیم تا اینکه بیماری کرونا ویروس که امروز در ولایت ختلان نیست به قید گرفته شده است و یک چند نفری که در بیمارخانه وابسته به این بیماری ها بستری هستند ما آنها را زیر نظارت و تعقیب میکنیم. مسئولین ولایت ختلان یادآور گردیدند که خوشبختانه امروز با غمخوری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان وضع به عمل آمده تا درجه متعادل گردیده مسئولین ساحه تندرستی کوشش و تلاش می‌نمایند که بهر سالمی و امین نگاه داشتن ساکنان از این ویروس همه‌گیر از همه امکانات و واسطه‌های موجوده استفاده می‌برند. باید گفت که در سطح ولایت 1166 عدد مؤسسه‌های طبی فعالیت شبانه روزی می‌برند که برای بهداشت سالمی جامعه خدمت می‌رسانند. امید می‌رود که از تشریف طبیبان جمهوری مردمی چین که امروز با دعوت رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در کشور ما با همکسبان خود با استفاده از تجربه دوجانبه بر ضد کووید 19 مبارزه می‌برند نتیجه دلخواه خواهد داد. خداداد رجب، اسکندر سعید، ولایت ختلان، اخبار.